سه آلمانی لبنانی تبار و یک همپیمان آنها برده بودن تنگه 100 کیلوگرمه از موزه بادوی برلین در سال 2017 متهم می شوند. محاکمه در دادگاه نورسان است، زیرا هنگامی به عمل برآوردن نقشه جنایی 3 نفر از متهمان به سن بلاغت یعنی 21 سالگی نرسیده بودند. پیش از آغاز محاکمه دادرس‌ها باید مقرر کنند که در نسبت متهم‌ها همچون نابالغ مناسبت کنند یا چون افرادی به سن بلاغت رسیده. سال 2007 در کانادا 5 تنگه طلایی سکه زده بودند که هر یک 53 سانتی متر قطر و یا دیامتر داشته 100 کیلوگرم وزن داشت. بانک کانادا این تنگه ها را به 1 میلیون دلار کانادا برابر می دانست، ولی قیمت بازاری این تنگه ها به 3 میلیون و 750 هزار یورو مساوی می باشد. به عقیده مفتشان 3 دوست با استفاده زینه‌پایه از پلتفرم راه آهن تریزه را شکسته به طبقه سوم موزه وارد شدند. 3 دوست که عضو یک عائله می باشند با یکی از ناظران موزه آشنایی داشتند و او به 3 برادر مکانی تنگه نادر و شرایط کار نظام محافظت الکترونی تنگه را شهر داده است. تابستان سال گذشته پلیس 77 مالکیت غیر منقول این عائله و نزدیکان آنها را مصادره کرد. به قول مفتشان این مالکیت از حساب فروش تنگه طلایی خریده شده است. تنگه را کسی پیدا نکرده است. مفتشان تخمین میکنند که دزدان آن را پاره پاره کرده فروختند. وکیلان متهمان میگویند که دادستانی یگان شهادت شیعی برای ثابت کردن گناه افراد زیر حمایه آنها را در اختیار ندارد.